سلام، امیدوارم حال دل همه شما عزیزان خوب باشه. امروز میخوایم بدونیم چطور با نصف کروموزوم زندگی جدید شروع میشه. سلول های جنس ما یعنی اسپرم و تخمک فقط نصف تعداد کروموزوم ها رو دارن. وقتی با هم ترکیب بشن یه عدد کروموزومی کامل یعنی برای انسان 46 کروموزوم به وجود میاد. این تنظیم دقیق رو مدیون تقسیم میوزیم. تقسیم میوز چیه؟ برای تولید مثل در یوکاریوت های دیپلوید، یعنی تقریبا تمام یوکاریوت های دیپلوید که به طریق جنسی زیاد میشن، گامت ها یا همون سلول های جنسی از طریق تقسیم میوز از سلول زاینده تولید میشن. تعداد کروموزوم ها تو گامت هایی که تولید شده، تخمک های اسپرم ها، نصف کروموزوم های سلول مادریه. به خاطر همینه که وقتی سلول تخم یا زیگوت از ترکیب گامت های نر و ماده تولید میشن، تعداد کروموزوم هاشون برابر یه سلول معمولیه. در غیر این صورت هر سلول تخم 2 برابر سلول های واقعی کروموزوم داشت و هر نسل 2 برابر نسل قبل کروموزوم داشت. این خیلی آن نرمال هستش. یعنی برای انسان که سلول های 46 کروموزومی داشت، توی هر تقسیم، مثلا توی تقسیم اول 46 کروموزوم 2 برابر میشد 92 کروموزومی که اصلا قابل قبول نیست. توی تقسیم میوز از هر سلول مادر 4 تا سلول دختر تشکیل میشه. 4 تا سلول دختر هاپلوید. تقسیم میوز 2 مرحله است. میوز 1 و میوز 2. به میوز کاستمان هم میگیم چون کم میشه، از عدد کروموزومی ما کم میشه، یعنی کاستمان بشه میگیم. توی میوز 1 تکثیر دی ان ای اتفاق میفته و به 2 قسمت برای سلول های دختر تقسیم میشه. توی میوز 2 هم آلل هایی که تشکیل شده از هم جدا میشن و هر کدوم وارد یه سلول دختری میشن. به 2 دلیل تقسیم میوز اهمیت داره. یکی اینکه حفظ تعداد کروموزوم ها در نسل. اگه میوز نبود تعداد کروموزوم ها تو هر نسل 2 برابر میشد و این که ایجاد تنوع ژنتیکی میکنه. به خاطر فرآیندهای خاصی مثل کراسینگ اوور و چیدمان تصادفی کروموزوم ها، میوز باعث تفاوت ژنتیکی بین فرزندان هم میشه. مراحل میوز رو بررسی کنیم. میوز 1 و میوز 2. میوز 1 2 سلولی رو ایجاد میکنه که کروموزوم های اون از هر ژن 2 تا آلل دارن. توی میوز مثل میتوز مراحل پروفاز، متافاز، آنافاز و تلوفاز داریم. توی پروفاز 1 شبیه پروفاز میتوزه و این کروموزوم ها متراکم میشن، فشرده میشن و به سمت مرکز سلول حرکت میکنن. قشای سلول هم تخریب میشه دقیقا مثل پروفاز میتوز و این تخریب قشای سلوله که میتونه یه شرایط فراهم کنه که میکروتوبول ها به پروتئین های کینتوکور که توی قسمت سانترومر هستن آسون بشه. توی مرحله پروفاز 1 تترادها که ساختارهای 4 کروماتیدی هستن به 4 فامینکی، تتراد و 4 تایه هم گفته میشه. از جفت شدن کروموزوم با هومولوگ خودشون ساخته میشن. بعد از پروفاز 1 وارد متافاز 1 میشیم که کروموزوم های هومولوگ یا همون تترادها به طور تصادفی در صفحه متافازی یا استوای سلول ردیف میشن. چرا میگیم تصادفی؟ چون این تصادفی بودنه که باعث تنوع ژنتیکی میشه. بعد از مرحله متافاز آنافاز 1 داریم. کروموزوم های هومولوگ یا فامتن های همتای مضاعف شده از هم جدا میشن و به سمت 2 قطب یاخته میرن. رشته های دوک هم کوتاه میشه دقیقا مثل میتوز یا رشته‌مان. بعد از آنافاز 1 وارد تلوفاز 1 میشن. وقتی فامتن ها یا کروموزوم ها به قطب سلول رسید، پوشش هسته دوباره تشکیل میشه. سپس سیتوکینز یا تقسیم سیتوپلاسم انجام میشه که 2 تا سلول هاپلوید یا ان ساخته میشه. در واقع توی میوز 1 سلول مادر دیپلوید 2 ان کروموزومی و در پایان این مرحله 2 تا سلول هاپلوید ان حاصل میشه. بعد از میوز 1 وقتی سلول های هاپلوید تشکیل شد،
سلول وارد مرحله میاز 2 میشه. میاز 2 شبیه میتوزه، اما روی سلول هایی با نصف تعداد کروموزوم انجام میشه، یعنی سلول های هاپلوید. پروفاز 2 اولین مرحله از میاز 2 هستش. تو این مرحله مثل پروفاز 1 پوشش هسته‌ای تخریب میشه، سانتریول ها تشکیل میشن و میکروتوبول ها هم به کینوتوکور در سانترومن متصل میشن و کروموزوم ها هم به وسط سلول برای قرار گرفتن تو این صفحه متافازی میرن. سپس وارد متافاز 2 میشه سلول. تو این مرحله کروموزوم ها در صفحه متافازی ردیف میشن و در هر طرف صفحه متافاز کروماتید خواهری قرار میگیره. اینجوری نگاه کنید که هر کدوم از این صفحه متافازی کروماتید خواهری هستش. سپس وارد مرحله آنافاز 2 میشیم. توی مرحله آنافاز 2 کروموزوم ها از همدیگه جدا میشن، کروماتیدهای خواهری هم تشکیل میشه و پایان تقسیم دی ان ای توی این مرحله است که کروموزوم ها جدا و سانتریول ها به قطبین و در نهایت تلوفاز 2. توی این مرحله کروموزوم ها در قطب قرار میگیرن و 2 تا سلول تشکیل میشه، یعنی 2 تا هسته جدید تشکیل میشه. وقتی میگیم 2 تا سلول تشکیل میشه، منظورمون از هر سلول هاپلویدی که توی میاز 1 تشکیل شد، توی میاز 2 2 تا سلول داریم، یعنی 4 تا سلول هاپلوید داریم. در نهایت بعد از سیتوکینز که سیتوپلازم تقسیم میشه، ما 4 تا سلول هاپلوید داریم. اگه این مطالب براتون مفید بود، لایک کنید و برای دوستانتون بفرستین.